سلام رفقا، به حفره وحشت خیلی خیلی خوش اومدین. برای اینکه از ویدیوهای جدید باخبر بشید لطفاً کانال رو سابسکرایب کرده و زنگوله بغل اون رو فعال کنید. اگه آماده اید بریم سراغ داستانی که آقا رضا برامون فرستاده و از زبون خودش براتون روایتش کنم. بدون معطلی بریم سراغ داستان امشب. You shouldn't have returned. پاییز 1378 روستای گندا. هوا بوی خاک باران خورده و علف خشک میداد. برگ‌های پاییزی فرش نارنجی و قرمزی روی جاده خاکی روستا پهن کرده بودند. نور غروب آسمون رو به رنگ صورتی و طلایی درآورده بود و سایه‌های بلند درختان رو روی زمین می‌کشید. من رضا 36 ساله کارگر ساختمانی در هوای خنک عصرگاهی ایستاده بودم. دستم رو روی یقه کاپشن پشمیم کشیدم. صدای شیهه اسبی در دوردست شنیده میشد. خستگی یک روز کار سخت در بدنم پیچیده بود، اما باید کار رو تمام میکردم. پیمانکار آقای کریمی با دست به سمتی اشاره کرد و گفت رضا، اون خونه رو باید فردا صبح برای بازسازی شروع کنیم، اما اولش باید یه برانداز کنی ببینی چی به چیه. وضعیتش رو به من گزارش بده. با تردید به سمتی که اشاره کرده بود نگاه کردم. خانه قدیمی در انتهای کوچه‌ای باریک و فراموش شده که سرش به انبوهی از بوته‌های خار و علف هرز ختم می‌شد. دیوارهای کاهگلی‌اش رنگ باخته و ترک خورده بودند. انگار سالها غم و اندوه رو به خود جذب کرده بودند. بوی نم شدید حتی از فاصله چند متری به مشام می رسید. بویی که با رطوبت هوا آمیخته بود و حس ناخوشایندی به من می داد. کوچه منتهی به خانه اونقدر باریک بود که 2 نفر به راحتی نمیتونستن از کنار هم رد شن. شاخ و برگ درختان انگور که روی داربست‌های چوبی کشیده شده بودند سایه‌ای تاریک و وهم‌آلود بر کوچه تنگ می‌انداختند. با قدم‌هایی که هر قدمش سنگین‌تر می‌شد به سمت خونه حرکت کردم. هرچی نزدیکتر می‌شدم بوی نم شدیدتر می‌شد. انگار خود خونه داشت نفس می‌کشید و اون نفس آغشته به رطوبت و کهنگی بود. وقتی به در چوبی و پوسیده خونه رسیدم دستم رو به سمت دستگیره فلزی و سردش بردم. دستگیره با صدای خفیف غرولند کرد و چرخید. در باز شد و صدای جیرجیر دردناکی در سکوت عصرگاهی پیچید. اولین قدم رو که داخل خونه گذاشتم صدای ترک خوردن چوب زیر پام مثل فریادی در گوشم صدا کرد. حس کردم که کف خونه زیر وزن من در حال فرو ریختنه. نور کمسوی غروب از پنجره‌های کثیف و تار عنکبوت گرفته به داخل میتابید و هاله‌هایی از گرد و غبار رو در هوا به نمایش میگذاشت. بوی تند و ترش عجیبی در فضا بود. بویی شبیه لباس‌های کهنه خیس که مدت‌هاست در زیر زمین نمور مانده‌اند. بوی کپک، بوی خاک و چیزی دیگر، چیزی که نمیتونستم تشخیص بدم. حسی از ناآرامی و دلهره وجودم رو فرا گرفت. انگار خونه با ورود من نفس تازه‌ای کشیده بود و حالا منتظر چیزی بود. فضای داخلی خونه تاریک و دلگیر بود.
مبلمان قدیمی و فرسوده گوشه اتاقها رو پوشونده بودند. پرده های ضخیم و رنگ و رو رفته نور اندکی که از پنجره ها عبور می کرد فیلتر می کردند. سایه های غریبی بر دیوارها می انداختند. حس می کردم که خونه شاهد اتفاقات زیادی بوده. داستان هایی که در سکوت دیوارها محبوس ماندند. روزهای اول چیزهای کوچکی مرا نگران کرد. در ابتدا فکر کردم اینها صرفاً توهمات یک کارگر خسته است. اما هر روز اتفاقات عجیبتری رخ میداد. پنجره‌های خونه، مخصوصاً پنجره اتاق نشیمن که رو به کوچه باریک بود، شبها باز می شدند. من هر عصر قبل از رفتن به خونه خودم مطمئن می شدم که همه پنجره ها رو محکم بستم. اما صبح که می اومدم یکی از اونا یا هر دو نیمه باز یا کاملا باز بودند. باد که نبود. هوای پاییزی اونقدر آروم بود که برگ‌ها رو به زحمت تکون میداد. گاهی وقتی در خانه خالی قدم میزدم صدای پا میشنیدم. صدای قدم‌های آهسته و پیوسته از اتاقی که میدونستم خالیه. صدای قدم‌هایی که انگار کسی رو دنبال میکردن یا از جایی فرار میکردن. صدای پاها کوتاه و محو بود، اما به اندازه کافی واضح بود که ذهنم آشفته کنه. این صداها مرا وادار میکرد که با دقت بیشتری به اطراف گوش بدم. اما هر بار که به سمت صدا میرفتم سکوت بود و هیچ اثری از کسی دیده نمیشد. صاحب خانه قبلی پیرمردی بود که سالها پیش مرده بود. هیچ وارثی نداشت. خانه‌اش در تصرف میراث فرهنگی قرار گرفته بود. هیچ کس اطلاعات دقیقی از احوالات و گذشته خانه نداشت. بعضی از همسایه‌ها حرف‌هایی می‌زدند، اما هیچ کدومشون راضی به تعریف جزئیات نبودند. سکوت و رازآلود بودن گذشته خونه اضطراب من رو بیشتر می‌کرد. انگار خونه‌ای بود که گذشته‌ش رو فراموش نکرده بود و اونو به دوش می‌کشید. یک شب وقتی در اتاق نشیمن مشغول بررسی دیوارها بودم، صدای ملایم ضربه‌هایی از سقف شنیدم. ضربه‌ها نامنظم اما پیوسته بودند. مثل این بود که کسی با نوک انگشتاش به آرومی روی چوب سقف می‌زد. قطع نمی‌شد. لحظه ایستادم و گوش دادم. صدای ضربه‌ها مرا به وحشت انداخت. در رو باز کردم و به بیرون نگاه کردم. سکوت شب فقط با صدای جیرجیرک ها شکسته می شد. اما صدای ضربه ها از داخل خونه از بالای سرم همچنان ادامه داشت. ترس مثل موجی سرد در وجودم پیچید. فکر کردم شاید حیوان کوچکی در سقف لانه کرده، اما صدای ضربه ها بیشتر شبیه حرکات ارادی یک موجود بود تا تقله های یک حیوان. اون شب خواب راحتی نداشتم. هر صدا، هر سایه مرا به یاد اون ضربه های نامنظم و مرموز مینداخت. وقتی برای اولین بار شب رو اونجا خوابیدم، در سکوت صدای زمزمه ای شنیدم. تصمیم گرفتم شب رو در خونه بمونم تا بهتر بتونم صدای ضربه ها رو بررسی کنم. وسایل خوابم رو آوردم و در یکی از اتاقها روی زمین کیسه خوابم رو پهن کردم. شب زودتر از اون چه انتظار داشتم فرا رسید. تاریکی خونه رو در خود بلعید و سکوت سنگینی حاکم شد. در سکوت مطلق وقتی نزدیک بود به خواب برم، صدای زمزمه‌ای شنیدم.
صدایی ضعیف و نامفهوم. انگار کسی در گوشه اتاق پشت پرده ضخیمی حرف میزد. زمزمه ها کلمات رو تشکیل نمیدادن، اما حس میکردم که حرفایی در کاره. این صدا مرا از خواب پروند. نفسم تو سینه‌ام حبس شد. با چشمانی باز به تاریکی خیره شدم. سایه‌ای روی دیوار کش اومد. سایه‌ای که به نظر می رسید از هیچ منبع نوری ناشی نمی شد. سایه‌ای کشیده و نامنظم که به آرومی روی دیوار حرکت می کرد. قلبم تون تون می زد. سعی کردم عضلاتم رو شل کنم، اما انقباض ناشی از ترس همه چیزو سخت‌تر کرده بود. پنجره تکون خورد، حتی بدون باد. تکونی کوچیک اما محسوس. صدای خشخش خفیفی از پنجره شنیده شد. تا چشم بستم حس کردم کسی کنارم ایستاده. گرمای نفسش رو حس کردم، یا شاید این فقط تصورم بود. به سرعت چشم باز کردم و چراغ قوه موبایلم رو روشن کردم. اتاق خالی بود. هیچ کس اونجا نبود. فقط من و صدای تپش قلبم. یک اتاق قفل شده بود. در یکی از روزهایی که در خانه مشغول کار بودم متوجه دری شدم که همیشه قفل بود. در کنج راهرو پنهان شده پشت یک قفسه چوبی بزرگ و غبار گرفته. کنجکاوی بر ترس من غلبه کرد. پس از چند بار تلاش با چاقوی جیبم قفل قدیمی رو شکستم. وقتی در رو باز کردم بوی تندتری از هوای خونه به مشامم رسید. بوی خاک، بوی کاغذهای قدیمی و کهنه و بوی تلختر شبیه به تلخی اشک. داخل اتاق قفسه های چوبی تا سقف چیده شده بودند. قفسه هایی پر از کتاب های کهنه، جعبه های چوبی و ظروف سفالی شکسته. گرد و غبار غلیظی همه جا رو پوشونده بود. لای بعضی از کتاب ها یادداشت های فروخورده در بطری های شیشه‌ای پیدا کردم. بطری های کوچک و بزرگی که با چوب پنبه بسته شده بودند. نامفهوم بود که چه چیزی در بطری ها قرار داره، اما حس می کردم که هر بطری حاوی داستانی ناگفته است. زیر یکی از قفسه ها یک عکس سیاه‌سفید پیدا کردم. عکس خانواده‌ای 5 نفره، مرد، زن، 2 دختر و 1 پسر کوچک. اما قسمت پایین عکس انگار با آتش سوخته بود. بخشی از بدن بچه‌ها و پایه خانه‌شان دیده نمی‌شد. زیر عکس با دستخطی لرزان نوشته شده بود: برگردید. حس سردی در دلم نشست. این پیام انگار برای من بود. انگار کسانی که در عکس بودند می‌خواستند منو از چیزی آگاه کنند یا از چیزی منع کنند، یا شاید فقط می‌خواستند که به یادشون باشن. نگاه به عکس سوخته منو به فکر فرو برد. چه اتفاقی برای این خانواده افتاده بود و چرا چنین پیامی رو به جا گذاشته بودند؟ شب بعد خواب دیدم همون اتاق به رنگ قرمز در اومده و کسی داره از گوشه سقف به من نگاه میکنه. اون شب خواب عجیبی دیدم. اتاق به رنگ قرمز تیره در اومده بود. دیوارهای قرمز، سقف قرمز و کف قرمز. انگار در دل آتیش بودم. در گوشه سقف، جایی که دیوار و سقف به هم می رسیدن، سایه‌ای سیاه رو دیدم. سایه‌ای که خم شده بود از اونجا به من نگاه می کرد. چهره‌ای دیده نمی شد، اما حس نگاه نافذش رو کاملا احساس می کردم. با وحشت از خواب پریدم. نفس می زدم.
نور کمی از پنجره به داخل اتاق میتابید. احساس سنگینی بر بدنم بود. وقتی به اطراف نگاه کردم متوجه شدم که رنگ اتاق همون رنگ معمولی و خاکستریه. نفس راحتی کشیدم. فقط یک کابوس بود. اما وقتی به سمت دیوار رفتم تا پرده رو کنار بزنم متوجه چیز عجیبی شدم. در گوشه سقف، همون جایی که در خوابم سایه رو دیده بودم، رنگ دیوار انگار کمی تیره تر بود، مثل لکه‌ای قرمز رنگ. شایدم فقط از شدت خستگی و ترس چشمانم خطا میکرد، اما این حس مرا رها نمیکرد. صحنه‌های این خواب شبیه خواب‌های قدیمی دوران کودکیم بودند. خواب‌هایی که همیشه با موجوداتی سایه‌وار و فضاهای تاریک همراه بودند. خواب‌هایی که مادرم میگفت بخشی از ناخودآگاه منه و نباید جدیشون بگیرم. اما این بار خواب واقعی‌تر از همیشه به نظر می‌رسید. یه شب صداها خیلی نزدیک شدند. شب‌های بعدی صداها شدیدتر و نزدیکتر شدند. دیگه صدای زمزمه یا ضربه‌های خفیف نبود. صداها خشدار، نفسدار و نزدیک بودند. انگار کسی در راهروی خونم قدم می‌زد. با صدای بلند، با چراغ قوه موبایل، با احتیاط از اتاق بیرون اومدم. نور چراغ در تاریکی راهرو می‌لغزید. قلبم تو سینه‌ام می‌کوبید. احساس می‌کردم که باید هرچه زودتر از این خونه فرار کنم. اما کنجکاوی یا شاید نوعی اصرار از جانب خانه مرا سر جایش نگه داشته بود. در انتهای راهرو مقابل در اصلی چیزی ایستاده بود. موجودی با بدنی شبیه انسان، اما چیزی در اون کاملا اشتباه بود. سرش برعکس بود. گردنش به عقب خم شده بود و صورتش وارونه به من زل زده بود. چشمانی که در تاریکی می درخشیدند. لبخندی ناقص و ترسناک. نفسش رو حس می کردم. بوی خون و خاک. نمیتونستم تکون بخورم. عضلاتم از ترس فلج شده بودند. فقط میتونستم به اون چهره وارونه خیره بشم. موجود به آرامی لبخندش را گشادتر کرد. صدایی از گلویش بیرون اومد. صدایی شبیه به خیر. دیگه تحمل نداشتم. از خونه دویدم بیرون. با فریادی که در گلویم خفه شد چرخیدم از خانه دویدم بیرون. کفش‌هایم روی سنگریزه های حیاط به صدا در اومده بودند. از در شکسته گذشتم و به سمت تاریکی شب دویدم. به سمت روشنایی کمجون خانه های روستا. خودم رو به خونه پیرزن روستا خانم انصاری رسوندم. اون تنها کسی بود که تو اون وقت شب بیدار بود. با دیدن وضعیت پریشون من چای گرمی برام آورد و با مهربانی از من پرسید چه اتفاقی افتاده. همه چیز رو براش تعریف کردم. او با دقت گوش داد و بعد با آهی عمیق گفت پس اون بلا دوباره شروع شده. اون برام تعریف کرد که این خونه قبل از انقلاب متعلق به خانواده‌ای بود که یک پسر در حمام خانه غرق شده بود. از اون روز به بعد کسی جرئت نکرد تو این خونه زندگی کنه. میگفتن اون موجودی که من دیدم شبح همون پسره که سالهاست مهمون این خونه میشه. گاهی اوقات دلش مهمون میخواد. خانم انصاری گفت که اون موجود در واقع روحی سرگردونه که به خاطر اتفاق ناگوار زندگیش تو اون خونه گرفتار شده و همیشه به دنبال کسیه که درد و تنهاییشو بفهمه. او گفت که اون موجود
همیشه به دنبال کسیه که داستانی برای گفتن داشته باشه. 20 سال بعد برگشتم تا همه چیز رو ثبت کنم. حالا 20 سال از اون شب گذشته. زندگی من با خاطره اون خونه و اون موجود ادامه یافته، اما اون اتفاق مثل زخمی عمیق در دلم باقی مونده بود. همیشه حس می‌کردم باید برگردم و حقیقت رو بفهمم و شاید داستانی که در اون خونه شاهدش بودم برای بقیه بازگو کنم. این بار با یک ضبط صدای کوچک به روستای گنداب برگشتم، به همون کوچه باریک. خونه شماره 41 هنوزم اونجا بود، با دیوارهای کاهگلی ترک خورده و بوی نم شدید. انگار زمان در اونجا متوقف شده بود. با لرزش دست ضبط صوت رو روشن کردم. تنها صدایی که در ضبط صوت مونده صدای نفسهای بریده من بود و زمزمه‌ای که انگار از درون خود خونه می اومد. برگرد. در پایان اعترافم ضبط صوت را در گوشه اتاق نشیمن، همون جایی که اولین بار اون موجود رو دیدم، روشن کردم. صدای نفسهای من پژواک می شد و ناگهان صدای زمزمه‌ای دیگه شنیدم. این بار صداش واضح تر بود. لحنش آروم و غمگین بود. گفت: ازت ممنونم که داستانم رو گفتی. اما بلافاصله صداش در ضبط 2 بار تکرار شد. یکی همون صدای آرام و غمگین و صدای دیگه از پشت سرم می اومد. صدای خشدار و عمیق تر. انگار کسی تو گوشم نفس می کشید و اون صدا چیزی جز یک کلمه تکرار نکرد: برگرد. امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه. تا داستان بعدی، خدا نگهدار.